تقریبا جاده میوند شهر کابل هستیم. از طرف مرادخانی پل یک پیسگی گذشتیم و طرف جاده میوند روان هستیم. جاده مشهور که همه پایتخت نشینان تربوزا رو ببینید. تربوزا است که شق شده کلا. چقدر خوبش بازیار توته کردن، چقدر عالی. ببینید چقدر زیبا. یا بود با فروش میرسه دیگه. مردم میاین اینجا آماده میخرن. خربوزه‌ش هم تو دوستان عزیز توته شدگی نیست، مگم بیاین توته میکنه. انگور ببینین چقدر دوستان عزیز انگور تازه و خوبش است. این طرف دیگه قابلی صبحگاهی. این طرف هم دیگه این ترکاری فروشی. چقدر ترکاری ها تازه از دوستان عزیز متوجه هستین؟ نسبت به دیگه جایا حتی با نسبت به سرای شمالی ترکاری های ازیاد تازه تر هست. بادرنگ. سلام و درود نثار شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان گرامی، در تقریبا جاده میوند شهر کابل هستیم. از طرف مرادخانی پل یک پیسگی گذشتیم و طرف جاده میوند روان هستیم. جاده مشهور که همه پایتخت نشینان با مدرد دوستان عزیز همه پایتخت نشینان علل خصوص مردم پشتون ما با نام این منطقه آشنایی دارند. دوستان عزیز چرا گفتم قوم پشتون ما؟ چون دوستان نهایت گرامی دی طرف ها زیادتر قسم ما میبینم مردم های قوم پشتون ما هستن و البته زندگی میکنن. طرف دوستان عزیز خوب بازارک هم داره میسرک خوب بازار است. اون طرف یک چیز توجه ما جلب کرد. اون طرف میخوایم ببرم دوستان عزیز ببینید. شما فقط این تربوزا رو ببینید دوستان عزیز. این تربوزا رو ببینید. تربوزا است که شق شده کلا. چقدر خوبش بازیار توته کردن، چقدر عالی. ببینید چقدر زیبا. یا بود با فروش میرسه دیگه. مردم میاین اینجا آماده میخرن. خربوزه‌ش هم تو دوستان عزیز توته شدگی نیست، مگم بیاین توته میکنه. انگور ببینین چقدر دوستان عزیز انگور تازه و خوبش است. کیله چقدر باز فراوان است دوستان عزیز. ناک همه چیز هست، از سبزیجات شروع تا همه چیز. طرف هم دوستان عزیز بزنس سنتر هست در تصویر میبینین. دوستان از این طرف دیگه مردم منطقه البته تا جایی که ما میشنوم و شما میشنوین کلا به زبان پشتو صحبت میکنن که یکی از زبانهای ملی افغانستان هست زبان پشتو. این طرف ببینین انگور ببینین دوستان عزیز. ببینین لذت ببرین. منطقه دوستان عزیز منطقه دور افتاده کابل نیست، مرکز شهر کابل است. اما زیادتر مردم ما با اینجا آشنایی ندارن. زیادتر چی که تقریبا گفتم میتونم دوستان عزیز که بالای 50% از مردم ما با این منطقه آشنایی ندارن. اگه آشنایی هم داشته باشن از این منطقه خرید نمیکنن دیگه. دیده این خودتون میبینید دوستان عزیز از این خود بازار از این جمع جوش و از این حالش معلوم میشه که از دیگه جاها کرده ارزان تر است. از میوه هر چیز دوستان عزیز ببینید. سیب ببینید چه یک سیب است، چقدر تازه و خوبش. اینا رو ببینید دوستان عزیز. انگور بود و سیب بود و دیگه نشناختیم چی است. اگر شما میشناسین دوستان عزیز در کامنت ها بر ما بنویسین که نام از او چی بود. ببینید کپای سیب دوستان عزیز. کپای سیب میمون ببخشید کپای تربوز اون سیب هم از دوستان عزیز میگه همین چیزا. این طرف رو دوستان عزیز پیاده رو نداره. بین بازار است. موترها، کراچی، انسان همه چیز از هر طرف میرن و میاین رفت من دارن. طرف هم دوستان عزیز جاده مرشد نورانی هست، گذرگاه خانقاه مرکزی. بارگیری ها هم دوستان عزیز مرا به یاد چی مارکت کابل میندازه دوستان عزیز. تقریبا کلا مارکت کابل ورست. اما
حمام نداره دیگه دوستان عزیز، فقط این که اونجا یک ذره گرام است، اینجا گرام نیست، کلش در روی سرک است. میبینین لیمو رو ببینین چقدر لیموهای بزرگ خوبشه. اینجا هم دوستان عزیز مثل زمین جایی آورده کچالو آورده دوستان عزیز، مثلا جنجال دارن، سر کچالو جنجال دارن میخرن. اما موتر در ویدیوی روز قبل که براتون از مارکت میور نشان دادم یه سر کچالو هم حال بود. اینی هم در فروشی از دوستان عزیز میخرن و میبرن در دکانهای خود. هفته و یک قسم از دوستان عزیز که سر آدم میزنه، عرق پایین میشه از سر روی آدم. به هر صورت که نبینین دوستان عزیز چی بازار گرم داره این بخش. پیاز کچالو رو ببینین، بار کرده میرن، میبینین انداخته میره و بار کرده میرن. این طرف هم دیگه خوبه مثل بیوارک داره بازارش دوستان عزیز. همه چیز فراوان به صورت عمده و ارزانتر از دیگر جاهای شهر کابل. این دوستان عزیز این طرفش هم بازار ترکاری هست، بازار ترکاری. کلا این کار صبحشان از دیگه. این دیدین دوستان عزیز شورواست، نمیفهمم چی هست. میره مردم ها میخورن گلاسکی نوش جان میکنن، باز یگان تو تا گوشت موشت یگان ذره مغز و استخوان هم میندازه برشون در بین میخورن، میگن فایده داره. این طرف دیگه قابلی صبحگاهی، این طرف هم دیگه این ترکاری فروشی. چقدر ترکاری ها تازه از دوستان عزیز متوجه هستین؟ نسبت به دیگه جایا حتی با نسبت به سرای شمالی ترکاری های ازیر تازه تر هست. بادرنگ نام خورد چقدر خوبش چینده بود. چی است که در بازار دوستان عزیز پیدا نشه از میوه و ترکاری؟ چی است که پیدا نشه؟ ببینین خودتون چی است که پیدا نشه؟ همه چیز پیدا میشه. این طرفش هم دوستان عزیز بولونی است و آب میوه فروشی است و رسین در خود جاده میوند دوستان عزیز و پیشتر یه بازار چهارچته هست که باز در تصویر اگر رسیدیم میبینین انشالله. باز باز یک ویدیوی جداگانه برش میگیریم. اینجا فرش فروشی از دوستان عزیز، نگفتن همونه فرش فروشی اینجا در کابل نام داره. زیادتر اینجا فرشا تبدیل هم میکنن، فرشای دست دو، دست سه، چهار، پنج، این تا بالاتر دوستان عزیز. طرف سایه از دوستان عزیز شبالک هم هست، دلای آدم تازه میکنه. این طرف هم ساختمان های بلند و بیوتی سنتر ها رو میبینین، کابل پلازا. اینی هم دیگه دوستان عزیز سلمان ها هستن. اینی هم سلمان ها هستن که میترسین از پیششان، مگر مردم های سابقی ما هنوز به خاطر موی اصلاح کردن پیش زمی سلمان های ما میاین. میبینین دوستان عزیز تا پیش میریم بیربار میشه، به خاطر از اینکه کم کم میرسیم به طرف چوک کابل. چوک بازم تو امتداد داره به سینما فامیر شهر کابل دوستان عزیز. طرف هم کلا مواد تعمیراتی فروخته میشه دوستا، این در تصویر میبینین خودتون، از شیشه گرفته تا همه چیز. طرف هم مارکت که مارکت نیست، پلازاست دوستان عزیز. چقدر پلازا زیباست. محمد گلخان محمد مارکت. امروز ضعیفم دوستان، زبان مقصد کلوله میشه. خیلی خیرت باشه. خب به هر صورت دوستان عزیز امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.